أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. آیت 83 و 84 سوره مائده. بسم الله الرحمن الرحیم. جزء هفتم ما و شما الحمدلله رسیدیم. در جزء هفتم در آیت 83 سوره مائده. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. خواهران عزیز، برادران گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله ثم الحمدلله که الله متعال بر ما فرصت عمر و توفیق هدایت نصیب کرد که باز هم در درسی از درسهای فهم قرآن عظیم الشان ما و شما بشینیم. ما و شما در درس گذشته سوره مائده را تا آیت 83 و 84 و 85 خواندیم و آیت 86 هم خواندیم و در مطلب دوم رسیدیم که بیان حقوق توحید است. طبعا در اینجا ما و شما خوانده بودیم قبلا که قرآن عظیم الشان ما تفسیر فکری و اعتقادی میخوانیم و طبعا در تفسیر اعتقادی ما و شما گفتیم که قرآن عظیم الشان مثل که علامه ابن ابوالعز حنفی رحمه الله گفته بود و همین قسم علامه ابن قیم جوزی رحمه الله گفته بود که القرآن كله فی التوحید، قرآن کلش در مورد توحید است و ما و شما گفتیم که 14 بخش است. اولش اقسام توحید است، باز حقوق توحید است و لوازم توحید است. حقوق توحید عبارت از اوامر و نواهی الله است که وقتی یک انسان مؤمن موحد هست بنان از حق توحید بالای از این است که با اوامر الله سبحانه و تعالی اطاعت بکنه و از نواهی الله خود حفظ بکنه. یه از جمله حقوق توحید است. بنابراین آیات بعدی که در اینجا در سوره مائده آیت 87 بعد اینا حقوق توحید بیان میکنه که اوامر الله و نواهی الله هست. اول حکم یا امر الله در مراعات حدود الله هست. یا ایها الذین آمنوا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. الله متعال میگه که ای مؤمنان، او چیزهای پاکی را که الله بر شما حلال کرده او را حرام نسازین. بعضی کسا هست بدعتکار هستن، مثلا گوشت حلال است اینا سر خود حرام میسازن، به موکلان خود یا به پیر خود یا به مرشد خود صلاحیت تشریع میدن، یعنی او را العیاذ بالله صفت الوهیت و ربوبیت میدن که او برشان چی را حلال بسازه و چی را حرام بسازه. الله متعال بر مؤمن میگه شما مثل یهود و نصارا و مثل بدعتکارای نباشین که چیزی را که الله حلال کرده شما او را حرام بسازید و چیزی را که الله حرام کرده شما او را حلال بسازید. بسیاری کسا میگه مثلا ما ازدواج نمیکنیم. چرا ازدواج نمیکنیم؟ میگه ما زهد و تقوا میکنیم. این ازدواج نکردن در زهد و تقوا ای
در هندویزم است و نصرانیت هست. نصرانی ها وقتی که میخواین زهد و تقوا بکنن ازدواج نمیکنن، ترک دنیا میکنن. اون دوهای بت پرست وقتی زهد و تقوا میکنن ترک دنیا میکنن، ازدواج نمیکنن. اما در اسلام این قسم عبادت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که النکاح من سنتی، نکاح سنت من هست و من رغب عن سنتی فلیس منی. وقتی یک کسی بی‌رغبتی نشان میده، بی‌علاقمندی نشان میده و یا مثلا سنت های مرا به او بی‌علاقه می باشه و ازدواج نمیکنه و ترک دنیا میکنه، فلیس منی، میگه هیچ امت منی هست، هیچ امت من نیست. پس این ما شما متوجه باشیم که آیا وقتی ما میگیم ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، ما مکلفیت داریم که مطابق شریعت الله حرکت بکنیم، نه ای که شریعت دیگی، قانون دیگی بسازیم. و یهود و نصارا وقتی که امی کار بر علمای خود و بر پیرای خود اجازه دادن که حلال برشان حرام بسازه، حرام برشان حلال بسازه، الله متعال گفت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا. اینا احبار و رهبان، علما و پیرهای خود، اینا معبودان خود قرار دادن، ربوبیت بر از اینا داده است. چرا این خود صفت رب متعال است که بر ما حلال و حرام تعیین میکنه. پس اینجا الله متعال میگه که این مؤمنان شما در خط فکری و در خط اعتقادی بدعتی بدعتکاران نرین که شما چیزایی را که الله براتان حلال کرده او را شما حرام بسازید. هر نعمت الله را شما استفاده بکنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشت میخوردن. در احادیث میگه که یک کسی ران گوسفند را برشان کباب کردن آوردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم از او گرفتن و نوش جان کردن. و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میوه ها را میخوردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کردن، با خانواده خود نشست و برخاست داشتن، محبت داشتن، سخن میگفتن. به این خاطر این سنت ها و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و وسطیت دین اسلام هست که انسان منزوی از جامعه او به درد نمیخوره. در اسلام میگه انسان مسلمان در جامعه باشه، برای آوردن نظام سیاسی اسلام در جامعه سعی و تلاش بکنه، چون من حیث خلیفه در زمین الله تعیین شده است. باید حکم الله را در زمین الله در جامعه تطبیق بکنه و منزوی بودن از جامعه این در اسلام نیست. لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. زندگی در جامعه، ازدواج، خود غذاها، میوه‌جات، اینا کلشون، کل از اینا چیزهای حلال هست که از استفاده بکنین، لکن در این افراط و تفرید نکنین، اسراف نکنین، تقتیر نکنین، این زیاد از حدش نخورین، لکن اینا را اکثر خود حرام نسازین. ولا تعتدوا. والله متعال میگه تجاوز نکنین، الله لا يحب المعتدین. الله انسانهای تجاوزکاری که از حدود خود تجاوز میکنه و صلاحیت تشریع را به دست خود میگیره، الله اینا را دوست نداره. حکم دومی یا امر دومی الله سبحانه و تعالی، الله متعال میگه که وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. پس از آنچه که الله بر شما رزق کرده هست از او بخورین، به شرطی که حلال باشه و پاک باشه. پاک به این معنی که روزی از جانب الله بر شما حلال گفته شده است. مثلا از گوشت هایی بخورین که براتان حلال گفته شده هست، پاک هستن و پیسیش از طریق مشروع به دست آورده باشه و ذبح شده باشه. مثلا گوسفند، بز، شتر، گاو، گاومیش، پرنده های که مثلا اونا پنجالدار نیستن، از اینی حیواناتی که براتان اجازه هست، آهو، اینی حیواناتی که براتان حلال است، از اینا بخورین و با ذبح حلال و طریقی حلال. واتقوا الله و بترسین از الله الذی انتم به مؤمنون، با او ذاتی که شما با او ایمان دارین. سوم، حکم در عدم مؤاخذه به لغو در قسم.
مثلا یک قسم خوردن است که انسان جدی می باشه، در حالت جدی دست خود سر قرآن مثلا دست خود میگذاره یا دست نمیگذاره، زبان است اصلا این حال یک نفر در حالت جدی هست قسم میخوره که والله بالله تالله، این حال ای کسی که قسم میخوره به زبان خود و جدی هست در این مؤاخذه میشه. لغو چی هست؟ مثلا یک نفر عادتا یا مثلا در زبانش هست کجا رفته بودی؟ والله خانه رفته بودم. والله خانه رفته بودم، والله درس خواندم. اما اینجا هدفش قسم نیست. الله متعال ذات مهربان است. امیر بیان میکنه که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله شما را در لغویات که تو در زبانتان بدون قصد قسم میخورین در این مؤاخذه نمیکنه، ولکن یؤاخذکم، لکن شما را مؤاخذه میکنه بما عقدتم الایمان، وقتی که شما قسم عقد کردین، در یک موضوع قسم خوردین، جدی بودین. فکفارته، اگر شما قسم خوردین آل شما این کار باز نکردین، فکفارته اطعام 10 مساکین، قسم خوردین آل نمیتونید که به قسم خود استاده باشین، چی بکنین؟ 10 مسکین طعام بتین، من اوسط ما تطعمون، از وسط غذایی که شما خودتان استفاده میکنین، تطعمون اهلیکم، برای اعضای خانوادهتان غذا میرین، از اون غذایی که خودتان میخورین 10 مسکین غذا بتین. او کسوتهم، یا لباس برشان بتین، او تحریر رقبه، یا یک غلام آزاد بکنین. فمن لم یجد، اگر کس اینو یافت کرده نتانست، فصیام 3 ایام، با 3 روز کفاره قسم، 3 روز روزه بگیرین. ذلک کفارة ایمانکم، این کفاره قسم های شماست. اذا حلفتم، وقتی که شما قسم خورده باشین. واحفظوا ایمانکم، شما قسم هایتان حفظ بکنین وقتی قسم میخورین، به این خاطر شما چی کنین؟ این قسمتان حفظ بکنین. كذلك يبين الله لكم آیاته، به این شکل الله متعال احکام خود بیان میکنه لعلکم تشکرون، تا که شما شاید شکرگزار باشید. 4، حکم حرام بودن قمار، شراب، لطپرستی و فالبینی. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انما الخمر، یقینا شراب که است، شراب مشروبات نشاور، و المیسر، و قمار به هر شکل که باشه، به شکل قطعه باشه یا به شکل دانگکا باشه یا به شکل سیستم های مدرن باشه، قمار. و الانصاب، و او سنگ هایی که نصب میکنن برای عبادت، یا پیش بتها نصب میکنن یا خود بتها را به شکل سنگ نصب میکنن. و الازلام، و امو تیرهایی که او بین یک چیز میپرتن به خاطر فالبینی. اینا کل از اینا که است، ای فالبینی، بتپرستی، شرابخوری، قمار زدن، رجسون، اینا کلش پلید هستن، من عمل شیطان، اینا از اعمال شیطان هستن، از انسان مؤمن نیست. فاجتنبوه، پس شما از اجتناب بکنین، لعلکم تفلحون، شاید شما کامیاب شوین. انما یرید الشیطان، یقینا که شیطان میخواهم، ان یوقع بینکم، این که واقع بکنه در بین شما، العداوت، دشمنی را، و البغضاء، و بغض و بدبینی را، الخمر و المیسر، در شراب خوردن و در قمار. این شراب خوردن و این قمار زدن در بین مسلمان ها ایجاد عداوت و دشمنی و بغض و کینه میشه. انسان که شراب میخوره از دانشگاه های زشت میبره که جانب مقابل در مقابلش دشمنش میشه، حرکات میکنه که بالاخره دشمن ازی میشه. در قمار مثلا یک کسی وقت برد و کسی دیگه که باخته هست برای بغض و دشمنی و عداوت پیدا میکنه. این وسایل شیطان است. الله متعال میگه که شیطان میخواد توسط از اینا در بین شما مسلمان ها، مؤمنینی که موحد هستن و محبت و دوستی و
رحماء بینهم هستن، توسط از اینا بر شما چی پیدا میشه؟ بغض و عداوت و دشمنی پیدا میشه. و یصدکم عن ذکر الله، و مانع میشن از ذکر الله. مثلا کسی که شراب میخوره باز به عبادت الله، به نماز، به دینداری مسائل پابند نمیمانه. و همین قسم کسی که قمار میزنه، در وقت قمار زدن و در چیزا مصروف شده، از عبادت و از اطاعت الله کاملا دور میمانه. و عن الصلاة و از نماز. و هل انتم منتهون، آیا شما این چیزها را ترک میکنین؟ پنجم حکمی است که اطاعت از الله و رسولش. الله متعال میگه که و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واحذروا، و در حذر باشین، احتیاط کنین که دشمنای الله شما را از اطاعت الله و اطاعت رسولش دور میکنن. بعضی از گروه ها پیدا میشه وقتی که انگلیس ها آمدن شرکت هند شرقی را ساختن، در داخل از این شرکت یک تعداد کشیشا را آوردن. وقتی کشیشا آمدن، یک تعداد کسایی را از مردم مسلمان ها و غیر مسلمان ها رو پیدا میکردن و اینا را تربیه میکردن به ضد اسلام، به خاطر که صف مسلمان ها بسیار سخت در مقابل از اینا جهاد میکردن. آلی صف چه قسم بشکنانن؟ با ایجاد گروه های با ایجاد گروه های بدعتیه که اونها به نام مسلمان کفریات داخل بکنن و صف مسلمانان را بشکنن. یک تعداد برآمدن مثل غلام محمد قادیانی، این خیست ادعای پیغمبری کرد، یک تعداد از این پیروی کردن، منحرف شدن. یک کسی دیگه به نام سید احمد خان خیست انکار کرد احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، این با تعلیم انگلیس، و این سبب شد که کسایی که کار کردن چی کردن؟ سبب شد که مردم از احادیث برای از اینا شک ایجاد کنند در صحیح بخاری، صحیح مسلم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. که برآمد یک گروه پیدا شد که گفت ما تنها قرآن قبول داریم، حدیث قبول نداریم. خب تو که قرآن قبول داری، الله متعال میگه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، پس تو قرآن قبول داری، اطاعت الله را قبول داری، اطاعت رسول قبول نداری، احادیث رسول الله را قبول نداری. وقتی که احادیث قبول نداری، اطاعت رسول قبول نکردی، به این معنی اطاعت الله را نکردی. پس این مردم از طریق منحرف و در کفر داخل شدن. یک تعداد دیگه خیستن بر از اونایی قسم چیز شد که شما فقط میتونین دین از رای در دین مثلا جهاد منکر شدن و گفتن که ما در جهاد و در سیاست و در مسائل خلافت و در این گپا ما مداخله نداریم. چی میخواین؟ ما میخوایم فقط چی بکنیم؟ اما تو مسلمان عادی باشیم و نرم باشیم و کس غرض نگیریم. درویش و فقیریم در این گوشه دنیا، با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. انالی ای اندیشه که با خوب و بد خلق جهان کار نداریم مخالف امر بالمعروف و نهی عن المنکر است، مخالف جهاد فی سبیل الله است. به این شکل اینا گروه های مختلف را پیدا کردن. هدفشان چی بود؟ که مسلمان ها صفشان تکه تکه شود. یک تعداد به بانی از که ما پیغمبر جدید داریم، پیغمبر ما برای ما وحی میکنه که جهاد نیست. یک تعداد منحرف ساختن که شما احادیث قبول نکنیم، بنابراین سیرت و حدیث و جهاد یا را ترک میکنیم. باز آمدن قرآن شریف الفاظش معنایش تحریف کردن و یک تعداد مصروف کردن که شما فقط دعوت بکنین، از جهاد دور باشین. یک تعداد مصروف از این که ذکر میکنیم، دیگه کار نداریم. به این شکل این گروه ها و گروپ ها ساخته شدن و کلش هدفش چی است؟ که صف مسلمان ها باید بشکنن. الله متعال میگه که و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما هم از الله اطاعت بکنید و هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنید، هم از قرآن اطاعت بکنید، هم از سنت اطاعت بکنید. و احذروا، و در حذر باشید، احتیاط بکنید. و این تولیتم، اگر از قرآن و سنت، از حکم الله و حکم پیغمبر رو گشاندین،
فاعلموا، پس علم داشته باشین که انما علی رسولنا البلاغ المبین، وظیفه پیغمبر رساندن حق است به شکل آشکارا. رسول براتان حق رسانده، تطبیق کرده، حکومت ساخته، سیاست کرده، قاضی تعیین کرده، والی تعیین کردن، در جهاد اشتراک کرده، امیرای جهاد تعیین کرده و در داخل شروع کرده، بالاخره به طرف روم لشکر روان کرده. پیغمبر وظیفه خدا و مکلفیت خدا رسانده برتان به شکل لفظی و عملی و تقریری کلش برتان بیان کرده. ششمی حکم معافی گناه های قبلی قبل از نزول حکم. خب در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حکم است، مردم حکم شراب نامده، مردم شراب نوشیدن، بسیاری از مسائل حرمتش نامده، به تدریج آمده است. حال اینا در تشویش بودن، چون اونا بسیار با تقوا بودن که ما مثلا قبلا یک کار را کردیم، خب فهمیدیم قبل از او چطور میشه. الله متعال میگه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح، بالای کسانی که ایمان دارن و اعمال صالحه کردن گناهی نیست، فیما طعموا، آنچه که خوردن، اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، وقتی که آل حکم برشان آمد تقوام کردن، ایمان آوردن و اعمال صالحه میکردن، ثم اتقوا و آمنوا، باز تقوا کردن، ایمان آوردن، ثم اتقوا و احسنوا، باز تقوا کردن، بسیار احسان کردن. والله یحب المحسنین، الله محسن دوست داره و آنچه قبل از او بود برای شما گناه نیست. به این خاطر به تشویش نباشین. هفتمی حکم امتحانات در شکار است. مثلا الله متعال انسان در هر حالت امتحان میکنه. مثلا وقتی حاجی میخوای به حج بره، در رفتن به حج حاجی یا از راه خشکه میره یا از راه بحر میره. در راه خشکه وقتی که میره، شکار برای حاجی که در حالت احرام است اجازه نیست در خشکه که حیوانات خشکه را شکار بکنه. اما اگر طریق بحر میره، در بحر شکار کردن مشکل نیست که ماهی میگیره و در مثلا میخوره و نوش جان. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا و المؤمنون لیبلونکم الله بشیء من الصید. الله متعال شما را امتحان میکنه در چیزی از شکار، تناله ایدیکم، که دستای شما به دست میره و رما حکم و تیرهایی که شما میزنید. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا که الله معلوم کنه که کی از الله میترسه. یعنی پیش الله یک کس شکار بکنه یا نکنه این مهم نیست، مهمی است که کی به امر الله و کی به نهی الله، کی حقوق توحید انجام میده. الله این معلوم میکنه در بین شما که کی غیب در غیاب از الله میترسه. فمن اعتدى بعد ذلك، پس کسی که تجاوز میکنه بعد از اینکه برش حکم بیان شد، فله عذاب علیم، بر از او عذاب دردناک است. اما هشتمی حکم بله، الله متعال میگه شکار بدی در حالت احرام. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقتلوا الصید، شما شکار نکنین و انتم حرم، در حالی که شما در احرام باشید. و من قتله منکم، و هر کسی از شما که این حیوان قتل میکنه متعمدا قصدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، باز جزایش چی است؟ یک حیوان مثل حیوانی که ای شکار کرده است، به مو اندازه یک حیوان دیگه باز چی کنه؟ این هدیه بکنه. خب آل مثلا یک نفر یک آهو را شکار کرد، این چه قسم بفهمه کدام حیوانه بگیره؟ میگه یحکم به ذو عدل منکم، او کسی که صاحب عدالت است او در بین شما فیصله میکنه که مثلا کدام حیوان بز معادل هست با چی؟ با این آهو یا گوسفند است یا این مثلا چی میکنه؟ هدیه بالغ الکعبه، که باز امی حیوان هدیه میشه به فقرای مکه مکرمه، به اونجا فرستاده میشه. اگر این نبود او کفارت و طعام مساکین، یا به می اندازی مقدار امی پول حیوان طعام برای مسکینا داده میشه، او عدل ذالک، یا به می اندازه روزه گرفته میشه،
لیذوق وبال امره، تا که شخص عاقبت کار خود جزایش ببینه. عفا الله عما سلف، الله از آن چیزی که قبلا شما کردید میگه از عفا کرده. و من عاد، و کسی که دوباره عودت بکنه و امی کاره فینتقم الله منه، الله باز از پیش انتقام میگیره. والله عزیز، الله بسیار ذات عزتمند غالب و از انتقام است، شدید انتقام گیرنده هست. نهمی حکم الله، حکم جواز شکار حیوانات بحری در حالت احرام. احل لکم، الله متعال میگه حلال است برای شما، صید البحر و طعامه، شکار بحر و طعامش. متاع لکم، یک متاع هست برای شما، ولی سیارتی برای مسافرین. و حرم علیکم صید البر، لکن حرام است بر شما شکار خشکه، ما دمتم حرما، تا زمانی که شما در احرام باشین. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، و بترسین از الله، ذاتی که شما به طرف او حشر میشین. دومی حکم کعبه شریف و مای حرام. الله متعال میگه جعل الله الکعبة البیت الحرام، میگه الله متعال کعبه شریف که بیت الحرام است، ایره قیاما، ایره برای قیام و عبادت للناس، برای مردم گشتانده که مردم در اونجا عبادت میکنن، اعتکاف میکنن. و شهر الحرام، همین قسم ماه حرام، و الهدیه، و هدیه فرستادن یا هدیه در حج، و القلائد، و حیواناتی که اینا چی هستن، در گردنشان نشانه انداخته میشه به خاطر فرستادن به مکه مکرمه. این کلش شعائر الله هست. اینا را الله من حیث شعائر بر شما گردانیده هست، لتعلم، تا که بدانید که ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، که الله میداند آنچه که در آسمان ها و زمین است. و ان الله بكل شیء علیم، الله به هر چیزی بسیار دانا و با خبر است. اعلموا، میگه بدانید ان الله شدید العقاب، یقینا که الله بسیار سخت عقوبت کننده هست. و ان الله غفور رحیم، و یقینا الله بسیار مغفرت کننده و مهربان هم است. ما علی الرسول الا البلاغ، بالای پیغمبر مکلفیت نیست بغیر از اینکه بر شما برساند دینه. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، لکن الله میفهمه آنچه که شما آشکار انجام میدین یا آشکار میکنین، و ما تکتمون، و آنچه را شما میپوشانید. 11 حکم عدم مساوات خبیث و طیب، یعنی حلال و حرام با هم مساوی نیستن. الله متعال میگه قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم که لا یستوی الخبیث و طیب، چیز ناپاک و پاک، حلال و حرام مساوی نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر چیزهای ناپاک زیادت از او تو را در تعجب کرده یا خوش تو به، چیزهای حرام زیاد می باشه. مثلا حال بسیاری جای بری گوشت های بسیار حرام زیاد است که ذبح نشدن، خوراک هایی که مثلا از خارج می، بسیاری از اینا گوشت هایی است که ذبح نشده حرام است و مردم ایره به نام فست فود گپا میگن، خوش دارن زیاد. این حال اینی چیزها میگن متوجه باشین که بسیاری از این چیزها کس ولو که خوش تو به ظاهر از اینا، بعضی بسکیت ها هست که در بین از اونا گوشت خوک یا چربوی خوک استفاده میکنن، بعضی نوشابه ها هست که در بین از اون مثلا نوشابه هایی است که در بین از اون از فیصدی شراب هست، 1% 2% نشاور هست، چیزای نشایی بین از اونا هست. و عطرها هست، بعضی از عطرها هستن که قیمتی عطرها هستن، در بین از اون مثلا الکل استعمال میشه، لباس مردار میکنن، استفاده مثلا چیزهای نشاور برای مسلمان. این حال میگه که اینمی خبیث و طیب با هم مساوی نیست، اگر چیزهای خبیث زیاد شدن. امروز بسکیت های فرانسوی و مثلا غذاهای مرغهای خارجی که میای ذبح نشده، مثلا از بسیاری کشورها میای، از چین و از بسیاری کانادا و اینجا و از جای هستن که شرکت های کفری هستن، اونجا قصاب مسلمان نیست و حیواناتشان میکشن، مرغا رو و چیزا رو و دیگه کشورها روان میکنن و اکثر از اینا چی هستن؟ کسی اونا رو ذبح نمیکنن و مردار هستن.
اینالی و در همین قسم از استفاده میکنن، در فست فود استفاده میکنن، مثلا در نوشابه ها چیزهای وقت از پیشان پرسان میکنی براتون میگه بله حتی در پشتش نشته است که قدر فیصدی چی داره، شراب داره و زیاد از گوشت از چربوی خوک استفاده میکنن در بسیاری از غذاها و در بسیاری بسکیت ها و گپا. پس انسان باید این قسمت ها احتیاط بکنه و نه عجبه که اگر چطور به تعجب برده یا خوشت بیاد چیزایی که 12 سال رواج شده. وقتی که میری بسیاری مارکت ها هست سهل میکنی که بسکیت های قیمت هست، وقتی پشت سرش میخوری از این خاطر بسیاری از کسا هستن که امروز دیکشنری میباشه و او را کلش ترجمه میکنه و سهل میکنه که حتی نمبر دارن. بعضی اوقات چیزایی که حرام است صورت نمبر میتن، دو نمبرهایش باز میگه که حرام است. انسان ها که سیرک هست نمبر پیدا میکنه که این نمبر این چی است، این چیز حرام است. اونا چل جور میکنن اما با وجود از آن باز میگه که ما خود نمبر دادیم، این نمبر در این چربوی خوب، گوشت خوب، الکل اینی استفاده شده. به کلش باز اینجا نمبرها داره. پس سنال انسان مسلمان باید بسیار محتاط باشه. وقتی که در تو جایی که سفر میکنه، در جایی که کشورهای کفری هست، در خوراک خود، در هتل، در نان، در گوشت دیگه با بسیار محتاط باید باشه. فاتقوا الله میگه الله بترسین یا اول الالباب، ای صاحبای قلب روشن، لعلکم تفلحون، شاید که شما کامیاب شوید. 12 حکم نهی از کثرت سوال. بعضی کسا زیاد سوال میکردن در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله آیت قرآن نازل شد که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تسالوا عن اشیاء، از بسیاری چیزهایی که سوال نکنین که این تبد لکم، اگر بر شما آشکار شود، تسؤکم، و شما را خفه میسازه. یعنی شما سوال میکنین، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که حج کنین، شما میگین هر سال حج کنین. این حال اگر حکم شود براتون که هر سال حج کنین، باز شما را خودتان در مشکلات و خودتان باز خفه میشین. زیاد سوال نکنین. و ان تسالوا عنها حين ينزل القرآن، وقتی که قرآن نازل میشه در این وقت شما سوال میکنین، تبد لکم، بر شما آشکار میشه. عفا الله عنها، الله از او عفو کرده. پس شما با سوالایتان حکم بالای خود سخت نسازین. والله غفور حلیم، الله بسیار مغفرت کننده هست و بسیار حلیم هست، یعنی فرصت دهنده هست، بر انسان فرصت زیاد میده تا ای که انسان به عبادت الله درست مشغول شود. قد سألها قوم من قبلكم، همین موضوعات سوال کردن بعضی از اقوام قبل از شما مثلا یهودی ها، نصرانی ها. وقتی بر شما یک حکم میامد باز فورا میگفتن که الله این حکم شود، این حکم شود. ثم اصبحوا بها کافرین، وقتی باز حکم میشد باز کافر میشدن. چرا؟ به خاطر از اینکه باز توانشان نمی داشتن یا همون صدق نمی داشتن. از این خاطر زیاد خودتان سر خود سختی نبیرین و سوال زیاد نکنین. بگذارین آنچه که الله حکم بیان کرده او رو براتون بیان کرده، از چیزی که عفوتان کرده خلاص از او الله عفوتان کرده. به زور سر خود حرام نسازین، به زور سر خود حکم نبیرین. 13 حکم ممنوعیت نظرهای شرکی. زمانی که مسلمان بودن، یعنی ابراهیم علیه السلام و پیروای ابراهیم علیه السلام، یعنی اینا با عقیده توحید بودن، عرب ها و قریشی ها. لکن چه وقت اینا منحرف شدن، انحراف در اونا چه وقت پیدا شد، یا در بین مسلمان ها انحراف چه وقت پیدا میشه؟ وقتی که مردم، نه کسی که جاهل است، دین نمیفهمه، عقیده توحید درست نمیفهمه، این رهبر خود میسازن. زمان قدرت سیاسی در مکه انتقال کرد از بنی خزاعه. بنی خزاعه اینا چی کردن؟ قدرت سیاسی را به دست خود گرفتن. اول قدرت سیاسی در خانواده ابراهیم علیه السلام بود، در خانواده اسماعیل علیه السلام بود، قریشی ها بودن. اینا قدرت اولادای ابراهیم اسماعیل علیه السلام، اینا قدرت سیاسی را داشتن. بنو خزاعه و قبل از اینا جرهمی ها، اینا قدرت سیاسی را از اولاد اسماعیل علیه السلام گرفتن. باز اونا خوب بودن، عرب های یمن بودن و خوب بودن و دیندار بودن و موحد بودن، لکن گناه و اشتباهات و غلطی ها و مشکلات خود داشتن، ظلم و گپا داشتن. لکن با وجود از هم
لکن وقتی بنی خزاعه قدرت گرفتن و در بنی خزاعه یک کسی به نام عمرو ابن لحی پیدا شد. این عمرو ابن لحی مشکلش چی بود؟ عمرو ابن لحی مشکلش چی بود که این بسیار مالدار بود و بسیار دست خیر داشت و بسیار شجاعت داشت و بسیار سخاوت داشت، بسیار میماندار بود و برای هر کس دسترخوان اوار میکرد. اینی سخاوت و اینی شتر کشتن و برای مردم غذا دادن و گپا این در بین مردم مشهور ساخته بود و وقتی که قدرت سیاسی را هم گرفت بنان مردم فکر میکردن که این شخص دیگه که هست جامع الکمالات است. مثل که امروز یک نفر یک دکترا در فقه گرفت در عقیده نمیفهمه، لکن نمیگه که من در عقیده نمیفهمم، با زمین دیگه خود جامع الکمالات فکر میکنن، در عقیده هم فتوا میده و ببینید که خودش در شرک و در کفر مبتلا میشه. در بسیاری مسائل اعتقادی نمیفهمه. دکترای خود کل زحمت خود چی کشیده در مسائل فقهی گرفتن. فقه مثلا در تعمیرها، ما چه قسم تعمیر بسازیم، معاملات، به بسیار خوب میفهمه. اما وقتی که موضوع اعتقادی میشه، در موضوع اعتقادی وقتی میخیزه گپ میزنه، این وظیفه‌ش است که باید در موضوع اعتقادی مطالعه بکنه. اینم پیش خود مطالعه بکنه، این باز میخیزه خطابت میکنه و به مردم تشریح میکنه. و همین بزرگترین عیب امروز ما و شما هم عیب همون وقت است. مثلا عمرو بن لحی بسیار صفات خوبی داشت که مثلا در تجارت بسیار خوب تجارت داشت، در سیاست خوب سیاست میکرد، در سخاوت خوب سخاوت میکرد، لکن در موضوعات اعتقادی و دینی و مذهبی مشکلات داشت. باید این قبول میکرد و بر مردم میگفت که من این مسئله نمیفهمم. لکن عمرو بن لحی خیس و گفت که خود جامع الکمالات قرار داد، یک سفر تجارتی کرد، رفت به طرف شام. او وقت شام و مناطق سوریه و لبنان و بیروت و اردن، فلسطین، این کل مجموعه منطقه را شام میگفتن و این منطقه در زیر چی بودن؟ زیر استعمار رومانی ها بود و رومانی ها اونجا مرکز تجارتی جور کرده بودن و عرب ها و مردم از هر منطقه میرفتن اونجا در شام و تجارت میکردن. عمرو بن لحی رفت به تجارت در اینجا. وقتی به تجارت اونجا میره، چون این آل رهبر سیاسی هست، اکثرا رهبرهای سیاسی رو مردم دعوت میکنن و همراهشان خبرشان که رهبر سیاسی است و در اقتصادی هم هست، همراهشان رو نشست و برخاست میکنن، در بعض مسائل میفهمن. و عمرو بن لحی وقتی که در این منطقه سفر میکنن، وقتی تعمیرهای بسیار بلند سیل میکنه و مثلا ساختمانهای گروجه هست، این فکر میکنه مشکلی نمیجه هست که وقتی انسان در یک مملکت میره، مثل که امروز بعضی کسا امریکا میره یا اروپا میره، فکر میکنه که اینا در مسائل مادی و ساختمانی و این سیستم‌های تکنولوژی ساینسی پیش دستی دارن، فکر میکنه که والا در همه چیز اینا دست اول دارن. یا در هندوستان مثلا ما در هندوستان رفتیم، یک دکتر از بسیار پروفسور که دکترا مردم در استخوانی یا پا تداوی میکنه، اما خودش یک دانه عکس در پشت سر خود مانده و یک انسان از بینیش فیل وارث و دستایش انسان وارث و این در سر خود مانده و این عبادت میکنه. خب معلوم میشه که این نفر در مسئله ساینس و در مسائل طبی بسیار بلند است، اما در مسئله اعتقادی بسیار جاهل است. اصلا هیچ عقل خود استفاده نکرده که در پشت سرش یک عکس کسی بت و بینی که داره و بینیش از فیل است، خودش با وجود از میره میکنه. وقتی همراهشان بحث شد و هیچ بحث هم نمیکنه، بگی از پدرای ما مانده. این حال عمرو بن لحی مشکل فکریش میشد که خودش در مسائل اعتقادی نمیفهمید. وقتی که در اونجا رفت، اون مردم دید که بسیار تعمیرهای بلند دارن و غذاهای بسیار خوبش دارن و هتل‌های بسیار خوبش دارن و مثلا بسیار تجارت بلند دارن، این فکر کرد که اینا دیگه در کل چیز هم دست بلند هستن و اونا بت پرست ها بودن، بت پرست بودن، مجسمه پرست بودن. عمرو بن لحی وقتی که رفت و مجسمه پرست عادتاً مجسمه های خود چی میگن؟ به خاطر که مردمای دنیا پرست تحت تاثیر خود بیان، باز برای بت خود کلاه از طلای خالص جور میکنن، یا مثلا خودم این بت از جواهر بسیار لوکس جور میکنن. عمرو بن لحی وقتی که اینا را دید که اینا بت پرستی میکنن، از اینا فلسفه بت پرستی رو پرسان کرد. اینا خیستن برازی تشریح کردن، برش گفتن که ما یک فلسفه داریم، بت‌ها رو چرا پرستش میکنین؟ شما مردمای بسیار هوشیار فامیلی هستن، اونا برش
چشتن و از نگاه فکری بالای از کار کردن. براش گفتن که آیا خودت میفهمی که خالق متعال مثل پادشاه واره هست؟ خالق متعال مثل پادشاه واره هست؟ حالا اگر این عالم می بود و عقیده خود از ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام می گرفت، خب با او عقیده خبر می داشت، برشان می گفت که نخیر شما اشتباه میکنین. خالق از ذات با عظمت است و این پادشاه یک مخلوق جاهل و یک مخلوق ضعیف و یک مخلوق شاید ظالم و بسیار عیب‌های زیاد داره. از این خاطر شما نباید تشبیه بکنین خالق با مخلوق، خالق با پادشاه. لکن اینا چی کردن؟ این خیست و همین موضوع رو نمیفهمید. این خیست و گپ از اینا رو قبول کرد. وقتی گپ از اینا رو قبول کرد گفت بله خالق مثل پادشاه هست. اونا چی کردن؟ اونا دیدن که اوهو این نفر خوینه در اول نقطه قناعت کرد که خالق مثل پادشاه هست. حالا مجبور نقطه دومی رو بر از اینا چی کنه؟ مطرح بکنه. و نقطه دومی چی هست؟ نقطه دومی است که گفت وقتی که خالق مثل پادشاه هست، شما پیش پادشاه مستقیما میری؟ اونا گفتن نه، پادشاه ما سکرتر داره، رئیس دفتر داره، بادیگارد داره. آفرین، همین سکرتر خود از کی گرفته است؟ گفت از کسایی که از مقربینش هست، از بچهای کاکای خود، بچهای مامای خود، گدرزادای خود، خسروری خود، اینیا را بادیگاردای خود میگیره و سکرتر خود میگیره. گفت این گپ است. پس اینی بت‌ها که است، اینه میخواستم که مستقیما پیش پادشاه نمیریم، اول عریضه خود پیش سکرتر تقدیم میکنیم. اینه میخواستم ما پیش خالق هم مستقیم نمیریم، عریضه خود پیش از این سکرترش یا مقربینش پیش میکنیم. و همین مجسمه ها کس یا مقربین هستن پیش خالق متعال. پس ما پیش از این بت میریم، عریضه خدا به این پیش میکنیم. و این فلسفه بت پرستی و قبر پرستی هست. قبر پرست هم پرسان کنی همین فلسفه را میگه و بت پرست هم پرسان کنی این فلسفه را میگه. بنابراین عمرو بن لحی با همین فلسفه بت پرستی و قبر پرستی قناعت میکنه. جاهل است. اول خالق با مخلوق تشبیه میکنه. وقتی که تشبیه کرد آل همون سیستمی که با مخلوق میشه، و از اون اگر این علم میداشت برش میگفت که خب این پادشاه به خاطر از سکرتر میگیره، رئیس دفتر میگیره که ضعیف است، عاجز است، کل کارها را کردن نمیتونه، محتاج است و مجبور است که باید از کسی کمک بگیرن. اما خالق متعال که خالق آسمان ها و زمین است، الملک است، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، او خالقی که آسمان ها و کائنات خلق کرده هست، دیگه او چی نیاز داره به این چیز ها؟ چون علمیت نداشت، ای قبول کرد و اونا هم بر شکلن بت دادن به نام هوبل. ای هوبل، نام از بت هوبل بود و ای از چه جور شده بود؟ از یاقوت سرخ. امروز هم بسیاری کسا هستن یاقوت سرخ بسیار چی میتن که بسیار برکتی هست. یه از امو فلسفه از امو هوبل مانده است. این با بت یاقوت سرخ ساخته شده است و یک دست هم نداره، دستش یک دستش شکستگی هست. با وسیله عمرو بن لحی دیگه از یک چپن خود میگیره و از اونجا انتقال میته از شام و میاره در پیش در مکه مکرمه و دیگه در بین کعبه و در بیرون کعبه یا در داخل کعبه ایره میمانه و مردم دعوت میکنه که بعد از این شما چی کنین؟ بین از این بت پیش از این برین، عریضه تانا پیش از این ببرین و این باز عریضه شما را به الله میبره. و همین فلسفه پیدا شد. باز آیات قرآن میگه که لیقربونا الی الله زلفا. این بت ها برای است که ما را به الله نزدیک میسازه، عریضه ما را پیش میکنه. و به این شکل وقتی که عمرو بن لحی این فلسفه بت پرستی را ایجاد کرد، باز در پالوی بت پرستی وقتی که خرافات داخل شد، باز چی را آوردن؟ بعضی از نظرهای شرکی را هم پیدا کردن. این نظرهای شرکی چی بود؟ نظرهای شرکی که مثلا بحیره میگفتن، صائبه میگفتن، وسیله میگفتن، حام میگفتن. خب بحیره چی بود؟ مثلا شتری که گوشت شق میکردن، میفتنی مخصوص بت هاست. صائبه چی هست؟ یک شتری که او را میگذاشتن، اما تو دیگه میفتنی نظر است برای بت ها. و وسیله چی را میگفتن؟ میگه شتری که اول چیش ماده می بود، باز میفه اولی چیش ماده هست، از این خاطر این ما برای بت ها نظر میکنیم. و حام
شتر دیگه بود که مخصوص بت‌های خود ساخته بودن. باز این شترها را اعلام میکرد و از این شترها کس استفاده نمیکرد. این دیگه هم تو میگشتن در دشتا و باز اگه خودشان هم کسایی که به حساب به بت‌ها ارتباط داشتن کائنای معبد بودن، اینا باز از این استفاده خود میکردن. الله متعال برشان گفت که ما جعل الله من بحیره. الله متعال این شترهایی که به نام بحیره هست و صائبه و وسیله و حام است، الله را قرار نداده، یعنی عبادت الهی نیست. ابراهیم علیه السلام این کار نکرده، اسماعیل علیه السلام این کار نکرده و این کدام اساس تشریعی نداره. ولکن الذین کفروا، لکن کسایی که کافر شدن مثل عمرو بن لحی، یفترون علی الله الکذب، بالای الله تهمت میکنند. این نظرهای ساختگی تهمت است از طرف کی؟ از طرف کافرها بالای الله. مثل که امروز بسیاری کسا سر الله تهمت کردن، نظر به نام علی دارن، نظر به نام بیبی دارن، نظر به نام مشکل کشا دارن، نظر به نام قبر فلانی دارن. این کلش افترا و تهمت است بالای الله. الله این قسمی نظرها با مخلوقات هیچ وقت مشروعیت نداده هست. ببینید که الله متعال چی میگه؟ ولکن الذین کفروا، اول خود از اینا به خاطر این نظرها کافر شدن و مشکلشان چی بود؟ یفترون علی الله الکذب، و این کافرها باز بالای الله تهمت میکنن و نظرها و عبادتها را از دل خود جور میکنن و در بین مردم پخش میکنن و اکثرهم لا یعقلون، اکثرت از اینا عقل ندارن. اگه اینا عقل میداشتن، ابراهیم علیه السلام این کار نکرده، اسماعیل علیه السلام نکرده، در کتابهای صحایف از اینا نامده است. این از کجا شد؟ این عمرو بن لحی کرد. او کی است؟ او کسی بود که بت پرستی را هم ترویج کرد. 14 مشکل دیگه چیه؟ 14 حکم پدر پرستی هست. یک رواج دیگه که در بین مشرکین وجود داشت، مشکل پدر پرستی هست. اونا همیشه مشرک عادت داره. شما اگر امیالم در هندوستان برین، من یک وقت در هندوستان رفتم، در یک دکان اونجا همین بت‌ها فروخته میشد. من اون خیلی که گودیگک‌های اشتکانه هست، من خیلی گودیگک اشتکانه کردم. حالا که میرم سال میگم، من بالا میکنم پایین میکنم، سال میگم که یک وقت میبینم که دکاندار برای من میگه این خوب بت فروشی است، این خوب گودی فروشی نیست. خب به هر صورت مرتب مال شما رو خودتان میسازین، خودتان عبادت میکنین. او گفت که والا ما در این مسئله بحث نمیکنیم، این از پدرای ما بر ما مانده، ما هم چیزی که پدرای ما کردن گویا کردیم دیگه، این مسئله ما بحث نمیکنیم. خلاصه گپشان همین هست. اینال مشکل بت پرستا، مشکل بیدینا همی است که همیشه متأثر به پدرای بیدین و کافر خود می باشند. الله متعال میگه و اذا قیل لهم، وقتی که بر ازنا گفته میشه تعالوا الی ما انزل الله، بین به طرف ما انزل الله و الی الرسول، به قرآن و سنت بین آنچه که الله نازل کردن، حالو باز میگن که حسبنا، کافیست بر ما وجدنا علیه آباءنا، آن چیزی که ما یافتیم پدرای خود، از پدر خود چیز یافتیم، رواج خود ترک نمیکنیم. بسیاری کسا ریش سفیدای بیدین دیده باشین، اولادای خود میگه اوشکو که از آن چیزی که از پدرایتان مانده. خب پدر از این نفر که سائل کنی کمونیست است. آل نواسی کمونیست چی کنه؟ اون گپ کارای کمونیست بکنه، بلا پدر کلانش به لینن سجده میکرد، سجده به لینن بکنه. و این همیال ما بچش خود میبینیم. پس اینال بسیاری وقتا از پدر انسان اطاعت میکنه، پدری که دیندار باشه، موحد باشه و عقیده توحیدی داشته باشه و با دلایل بر انسان حق بیان میکنه. در غیر زی این عادت مشرکین قریش همین مشکلات داشتن. اولو کان آباؤهم، الله متعال میگه آیا چوری نبود که همین پدرایشان لا یعلمون شیئا، به هیچ چیز علم نداشتن، ولا یهتدون، هدایت نشده بودن، نه علم داشت و نه هدایت شده بود. بازم شما میرین در پشت سر از اون و از این پیروی میکنین. الله متعال میگه از این دوری بکنین. 15 حکم توجه به نفس در هنگام فتنه ها. حالا مثلا فتنه ها بسیار زیاد میشه، هر کس ببینی که اعجاب کل زیرع برأیه، هر کس به نظر خود دیگه بسیار دیگه نظر خودش خوشش میاد. وقتی همراهش بحث میکنه، همون نظر خودم میخواد سر تو هم تطبیق بکنه. حتی ما بسیاری وقتا بعضی جوانا وقتی سوال میکنن، جوابش برش میگی، او اصلا سوال نکرده، او اصلا هدفش چی است که همین گپ همین نظر کی داره تو تایید بگیری، باز بره بر دیگرا بگه اینه والا فلان استادم گپ مرا تایید کرد. یک فتنه بسیار بزرگ است. انسان باید تسلیم
حکم الله و حکم رسول صلی الله علیه و سلم باشه. وقتی که آیت بر شایعه قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شد، این نباید نظر خود پیش بکنه و به چیز کنه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا مؤمنان علیکم انفسکم، شما نفسهای خود احتیاط بکنین. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، بر شما ضرر نمیرسانه اگر کسی گمراه شد وقتی که شما هدایت شدین. الی الله، به طرف الله، مرجعکم، برگشت شماست. یعنی اگر اونا فامیده گمراه میشن، اینا به شما ضرر نمیرسانه. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس الله شما باز به طرف الله مرجع شما هست و شما را با آنچه که عمل میکنین باز الله خبر میده. آل شیخ جابر ابن موسی الجزائری و دیگه مفسرین قرآن اینه چه قسم میگه گمراهی دیگه را به شما ضرر نمیرسانه. چرا؟ میگه به خاطر که آیت قرآن زیاد است، ولا تزر وازره وزر اخرى، گناه هیچ کس بالای هیچ کس دیگه انداخته نمیشه. کل نفس تجزا بما کسبت، هر نفس به چیزی که کسب کرده جزا میبینه. من اهتدى فانما یهتدی لنفسه، کسی که هدایت میشه هدایت به خودش است. و من ضل فانما یضل علیها، گمراهی هم بالای خودش است. لکن اینجا یه عالم میگه که چی است؟ لکن یه عالم میگه ولی از هدایت امر بر معروف و نهی از منکر است. یعنی وقتی که میگه الله میگه وقتی که شما هدایت شدین، وقتی که خودتان هدایت شدین، ما چه قسم بفهمیم که ما هدایت شدیم؟ وقتی که ما به احکام الله عمل میکنیم و امر بالمعروف و نهی به این مردم حق برسانیم. بعد از او باز اگر اینا قبول نکردن به ما ضرر نمیرسانه. از این خاطر میگه که بعضی کسا، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی در خطبه خود گفت که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، برای مردم گفت که انکم تضعونها علی غیر موضعها، شما هم آیات که خواندین فکر میکنید که خلاص وقتی که من خودم عبادت کردم دیگه هیچ چیز نکردم به من غرض نیست. این قسم نیست، شما این غلط تفسیر نکنین. و انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که ان الناس اذا رأوا المنکر، وقتی که مردم یک منکر ببینن ولم یغیروه، بازی منکر تغییر نتن، یوشک ان یعمهم الله بعقاب، باز الله متعال سر از اونها عذاب عام میکنه. یعنی وقتی بر انسان فتنه وقتی که زیاد میشه، وقتی بر انسان ضرر نمیرسه که انسان ایمان داشته باشه، اعمال صالحه داشته باشه، دعوت داشته باشه، امر بالمعروف بکنه، نهی از منکر بکنه، برای مردم بفهمانه که او مردم اینی طاغوت است، اینی شرک است، اینی کلمه لا اله الا الله هست، اینی لا اله الا الله تو نفی میکنی، نفی معبودای باطل میکنی، نفی طواغیت میکنی. وقتی که طواغیت نفی کردی، طاغوت یعنی کسی که قانون میسازن، این قانون ساز که از طاغوت است، برای مردم میفهمانی، میرسانی دینه. بعد از اینکه دین برشان رسانی کلمه طیبه را گفتی که اینی طاغوت است، اینی معبود باطل است، توی را نفی میکنی. وقتی که طاغوت قانونگذار ضد شریعت است، پس ای دموکراسی، ای سوسیالیسم، ای کمونیسم، ای دموکراسی، ای لیبرالیسم، ای افکار سارتر و جان ژاک روسو و افلاطون و سقراط و داروینیسم، اینیا کل از اینا کس یا کلش طاغوت داخل میشن. یا باید نفی بکنی باز الا الله بگی. پس برای مردم تو احکام ارکان کلمه را و شروط کلمه را و ایمان و نواقض ایمان و کسایی که افراد در ایمان میکنن و کسایی که تفریط میکنن و شکل وسطیت ایمان، این کلش برای مردم خوب روشن میکنی، میفهمانی. اینی چیزا ایمان تو را مشکنانه، اینی چیزا ایمان تو را ثابت میمانه. در این حالت تو کافر میشیم، اینی کافر است، اینی مرتد است، اینی باید کافر بدانی. کلی مسئله بر من. بعد از که دیدی که مردم قبول نمیکنه، بعد از که باز الله متعال میگه که لا یضرکم، بر شما ضرر نمیرسانه. من ضل اذا اهتدیتم، کسی که گمراه شد وقتی شما هدایت شدین، چون شما وظیفه‌تان کاملا چی کردین؟ انجام دادین. 16 حکم وصیت و شاهدی بر آن است. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا احد، میگه شهادت در بین شما ای مؤمنان، اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوی عدل، وقتی که مرگ برتان میرسه شما 2 نفر عادل شاهد بگیرین وقتی که وصیت میکنن از مالتان. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، یا مثلا 2 نفر غیر مسلمانه
که مسلمان یافت نشه و شما در حالت سفر هستین در زمین، بر شما یک مصیبت رسید، این حال وقتی عید شاهده میگن تحبسونهما من بعد الصلاه، بعد از نماز اینا را نگهداری میکنین. فیقسمان، پس اینا با چی میخورن؟ قسم یاد میکنن بالله، به الله، ان ارتبتم لا نشتری به ثمن قلیلا، که اگر شما در شک هستین قسم میخورن که ما در مقابل امی شهادت خود پیسه نگرفتیم، حق میگیم. ولو کان ذا قربا، اگرچه از جمله اقارب باشه. ولا نکتم شهادت الله، و ما شهادت الله را کتمان نمیکنیم. ان اذا لمن الآثمین، در صورت ما باز از گناهکارا هستیم. فان عثر، اگر باز میگه پیدا کردید علی انهم استحق اسما، که یا مرتکب گناه شدن، شهادت دروغ دادن، فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان، باز میگه دو کس دیگی که اونا مستحق شهادت هستن از اقارب، اینا چی کنن؟ شهادت بتن. لکن فیقسمان بالله، اینا قسم بخورن به الله که شهادت اونا احق من شهادتهما، که شهادت ما از شهادت از اونا که چی است؟ حق است. و ما اعتدینا، و ما تجاوز نکردیم. ان اذا لمن الظالمین، اگر ما دروغ گفته باشیم یا قسم ناحق خورده باشیم، ما در جمله ظالما هستیم. ذالک ادنا ان یأتوا بالشهاده، میگه ادناترین راه حل است به اینکه شهادت علی وجهها، به شکل درست شود. او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانکم، یا ای که مثلا قسم شما رد شود بعد از قسمتان. واتقوا الله، و از الله بترسین، و اسمعوا و بشنوین. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله فاسقان هدایت نمیکنن. یوم یجمع الله الرسل، روز قیامت روزی است که الله جمع میکنه پیغمبران را. فیقول ماذا اجبتم، مردم شما را چه قسم اجابت کردن؟ پیغمبران را میگن چه قسم مردم از دعوت شما اجابت کردن، قبول کردن دعوت توحیدی را؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیب، یا الله ما خو علم نداریم، تو عالم غیب هستی، از همش معلوم، همه بر تو معلوم هست. و به این شکل این ما شما در آیت 109 سوره مائده رسیدیم.